وقتتون بخیر. دولت ایرانی در تعقیب پارادایم شیفت جدید برنامه‌ها و پروژه‌های متعددی رو 24 ساعت هفته دنبال میکنه و ما از اونجایی که وسعت و گستردگی این پروژه‌ها بسیار زیاده به کلیگویی یا انتخاب گزینشی از این برنامه‌ها میپردازیم تا ذهنیت جامعه ای را که میخواهیم به طرف انقلاب بکشانیم و مردمانی قصدمند بسازیم را آماده تر بکنیم، همزمان با بسترسازی دولت کورپریتی یهود ایرانی با تمام ایادی خود برای گذار به مرحله جانشینی علی خامنه ای و پارادایم شیفت آخر دولت ایرانی. تحرکات بسیار زیادی در رسانه‌های اربابان غربی و اربابان یهودی اتفاق داره میفته. به همین خاطر ما به صورت گزینشی امروز به مسئله کوتاه میپردازیم و سعی میکنیم که به عنوان مردم و به عنوان کسانی که در این سرزمین قرار است به صورت سیستماتیک جلوی ترقی، جلوی سروری و جلوی شکوفایی استعدادهای ما گرفته بشود و ما به قهقرای نابودی فرستاده بشویم و نادیده گرفته شویم، در مقابل اینها میستیم و طرح نظرات خود را میکنیم. ببینید، همزمان با برنامه‌های مختلفی که ما مشاهده میکردیم و تحرکاتی که در داخل هست که من به پاره از اینها میپردازم، شما مشخصاً در دو کانال تلویزیونی چنل وان که منش امیر یک سری برنامه ها رو تحت نام آینده ایران تعقیب میکنه و هر از گاهی ملیجکی را میارد و با او صحبتی میکند، این بار در تلویزیون اینترنشنال برنامه رو درست کردن به نام برنامه فردا و از برساختگانی که در طی سالیان متمادی اینها رو فربه کردند و در آب نمک گذاشتند تا در روز موعود از اینها تاییدیه بگیرن، اینها رو به عنوان سر و سران و آدرس های مردم و زبان مردم و ید مردم معرفی بکنن در تایید و مشارکت پروژه هاشون. این برنامه رو برگزار کرده. دیروز برنامه داشتن با حضور شهریار آهی، شهران تبری، خالد عزیزی و مینا احدی. من گوشه کوتاهی از این رو پخش میکنم و اون وقت نقطه نظرات آخذ کردوار سربخور رو در این بابت عرض میکنم. امیدوارم کماکان صدا باشه. بله. فردا به دنبال یافتن پاسخ برای این پرسش هاست. تصویری که از آینده ایران می‌خواهید ببینید چگونه است؟ راه دستیابی به آینده‌ای شایسته مردم ایران چیست؟ مهمانان این برنامه: شهریار آهی، تحلیلگر سیاسی و عضو شورای مدیریت گذار. خب اگه توجه داشته باشید، صورت برنامه کلاً با برنامه‌های دیگه فرق میکنه. انگار خدایی در او بالا هست و دارد گزارش میدهد از تلاش بندگان خود که دارند تلاش میکنند رو به سوی روشنایی حرکت بکنند. ظاهرا اینجا مجری طبق برنامه‌ها و روالی که ما میشناسیم حضور نداره و خدایی از بالا داره معرفی میکنه که مشت آدم اینجا نشستن و دارن صحبت میکنن برای شما مردم. اینا مردمن و دارن برای شما صحبت میکنن.
این برنامه میخواد این رو در ذهنیت ما و در ناخودآگاه ما این گونه نهادینه بکنه و از یک جای انگار یک گفتگوی صمیمی داخل پارک یا یک محیط قهوه‌خانه‌ای است و 4 نفر از این به اصطلاح تایتلدارهای شناسنامه دار دارند با هم صحبت میکنن، تبادل نظر میکنن، کسی هم مبصر نیست، کسی هم تو سر کسی نمیزنه. اینا به این فرهنگ رسیدن و دارن این فرهنگ تعامل و دموکراسی و پلورالیسم رو ظاهرا پرکتیس میکنن، ظاهرا این رو دارن به ذهن من و شما متبادر میکنن که ما خودمان به این بلوغ سیاسی رسیده ایم، ما خودمان به این اجماع رسیده ایم، این در نتیجه بلوغ ماست که مبصر نمیخوایم، کسی رو نمیخوایم که آرای متضاد ماها رو احیانا مدیریت بکنه، جلو جدل ما رو بگیره و اصولا اینجا ظاهرا جدلی در نمیگیره و ظاهرا جدلی نیست. پس خدایی که اون بالا نشسته و ظاهرا یک صداست داره توضیح میده این یک مشت بنده برای چی این بندگان خاص خدا نشستن و دارن دور هم در یک میز گرد حرف میزنن. شهران تبری، دانش آموخته علوم سیاسی. خالد عزیزی، دبیر کل حزب دموکرات کردستان. مینا احدی، عضو هیئت رهبری حزب کمونیست کارگری ایران. و اما سوال این برنامه، ساختار سیاسی مطلوب برای آینده ایران چیست؟ خب این سوال از یک جای داستان ورود به داستان کردن است. این سوال بسیار سوال غلطی است. انگار ما بدیهیات را میدانیم، انگار ما میدانیم که این رژیم کهنه ایران بایستی از بین برود و چرا از بین برود. حالا ما به این مقطع رسیدیم که اصولاً چه ساختاری را آلترناتیو یا جانشین این ساختار بکنیم. ببینید، تمام اونهایی که به خودشون میگن اپوزیسیون و ساختارهای مخالف جمهوری اسلامی ایران آنوسی توان مشروعیت زدایی از این حاکمیت را نداشتند. اینها از اصولاً از چپترینشان تا راسترینشان هیچ فرمولی در ارائه کردن تضادها و ضروریاتی که برای براندازی جمهوری اسلامی بایستی متبلور بشود رو مطرح نکردند. اما حالا ما ناگهان میرسیم به این جایی که ما چه ساختار سیاسی میخواهیم. چطوری ما هنوز از یک مراحلی عبور نکرده ایم به این مرحله رسیدیم؟ کسی این سوال رو نمیکنه. ما شنونده و مردمی که مورد بمباران این دستگاه‌های میدیایی قرار میگیرن احیانا از جایی پیوست میشن و از جایی داستان رو تعقیب میکنن، در صورتی که شما بایستی از اصول اولیه درست می آغازیدید. تمام این جریاناتی رو که اینجا دعوت کردن و تایتل دارن توان مطرح کردن دلیل ایستادگی در مقابل جمهوری اسلامی را به عنوان اپوزیسیون ندارند. خب حالا اینا دارن میگن خب چه ساختاری را میخواهیم؟ ببینید، اینها حتی توان این خلاقیت رو نداشتن بر اساس فرهنگ خود، بر اساس جامعه خود، مردمان خود، فرمول‌هایی رو از نوع برخوردهایی که با مردمان این سرزمین شده است رو ارائه بدن و فرمول‌هایی رو متصور بکنن که برای چی اصولاً با این حاکمیت مخالفند. اینها یک سری مطلوبات ارباب بزرگ آمریکاییشون و انگلیسیشون رو میان مطرح میکنن و فکر میکنن این مطلوباتی را که دستگاه‌های میدیایی جهان غرب به عنوان نرم‌های مطلوب داره تبلیغ میکنه و اینها نیز در همسویی با او حرکت بکنند، اینها رو اپوزیسیون احیانا میکند. و اینجا نقشی که به اینها موجودیت میدهد جمهوری اسلامی است. اگر جمهوری اسلامی نباشد اینها با این لاطائلات و تکرارگویی چیزی برای گفتن هم ندارن. ما گیرم این چیزی که شما دارید میگید درسته، چیزی که دارید میگید مناسبه. فردا در جامعه ما
اگر قدرت سیاسی را به شما انتقال بدهند بر اساس خصوصیاتی که جامعه ما دارد، معضلاتی که جامعه ما دارد، چگونه با این معضلات روبرو میشید؟ فرمول های روبرو شدن شما با این معضلات چیست؟ طبیعتا شما دارید این رو تحت نام پلورالیسم و شرکت کردن گروه های مختلف سیاسی شناسنامه‌دار رو و عوض کردن چهره های مختلف رو به عنوان مهمترین مسئله برای مردم ما تبلیغ میکنید. این نه مهمترین مسئله است، نه چیز مهمی است و نه هیچ اتفاق مهمی را رقم نمیزند. شما وقتی از ابتدا نمیگی مشکلت با دولت جمهوری اسلامی آنوسی چیست و آدرسی که میدی اینه که نمیذاره تو با ساختار سیاسی، با حرفهای صدمنی غازت و با مطلوباتی که از ارباب آمریکاییت گرفتی داری میای تبلیغ میکنی، اصولا چگونه با این معضلاتی که داری مطرح میکنی برخورد میکنی؟ که ما الان به پاره از این معضلات میپردازیم. حالا مردم دارن ما هم دیگه صحبت میکنن، بنابراین حتی برای حکومت به جای اینکه فکر کنه حالا من میخوام چی به مردم بگم، اینی که مردم دارن راجع به شما آقایون چی به هم دیگه میگن خیلی مهمه. اگر مکانیزمی وجود نیارین که اون حرفی که مردم با هم دیگه میگن اثر بذاره روی تصمیمات، روی مقررات بخش عمومی، اون وقت مشروعیتش هر نظامی از دست میده. بنابراین نظامی مشروعیت داره که مکانیزم های منعکس کردن اون چیزی که مردم به هم میگن رو داشته باشه. از پایین به بالا میشه بیشتر، خیلی بیشتر. طبیعت. شما موافقین با این صحبت؟ من طبیعتاً اینجا یه موضوع، یه جهت جالبی رو به خودش میگیره، اونم اینه که ما از مکانیزم صحبت میکنیم. تا اونجایی که به ایران مربوط هست، حقیقتش اینه مردم در بعد بسیار وسیع به مبارزات خودشون علیه نظام جمهوری اسلامی ادامه دادند و اصولاً کوتاهی هم نکردند، هزینه بسیار زیادی هم دادند. وقتی ما از مکانیزم صحبت میکنیم دیگه اونجا وظیفه محول میشه به احزاب سیاسی، به نخبگان، به اونایی که برای بازسازی آینده ایران، برای وقتی ما به مکانیزم ها رجوع میکنیم، آقای خالد عزیزی میگه وظیفه بر عهده نخبگان و احزاب سیاسی میفته، یعنی به اصطلاح کسانی که به نام آقای خالد عزیزی موجودن. شما الان به ضرورت حفظ این ساختارها توسط دولت ایرانی، ارباب یهودی آمریکایی پی میبرید. اینی که چرا اینا مفت دارن در اقلیم کردستان عراق میچرند، کی بودجه اینها رو داره تأمین میکنه، کی اینها رو در تلویزیون ها و رسانه های مختلف نگهداری کرده، اینها کی هستن و کاربردشون چیست؟ خب اینها تبدیل شدن به سران مردم، اینها سرسازی شدن برای مردم. اینا کیان؟ استعدادی دارند، نخبگان بزرگی هستند، فرمولهای عجیب و غریبی دارند، کشفهای بزرگی کرده اند، دوای دردی برای درد مردم دارند، تشخیص درستی از درد مردم داشتند، مردم بوده اند. چه چیزی اینها را به طرف قیام برده است؟ هیچ کدام از اینها رو پاسخ نمیدن. هیچ کسی نمیگه سرمایه اولیه تشکیل حزبهای شما از کجا آمده، کی به شما داده، کی برای شما یک سری ساختار رو تعریف کرده. اینا یا دولتیان زمان محمد رضا شاه پهلوی هستند که در پارادایم شیفت 57 با اربابشان کوچیدند و به طرف اروپا آمدند و آمریکا و دارای همان رانت ها و امتیازات قدیم و همان تایتل ها و عنوان ها هستند و اینها رو به عنوان تایتل و عنوان و سرسازی به کار میبرند، یا جریانات قارچی هستند که با سرمایه های دولتی سر برآوردند و ارباب آمریکایی، یهودی، ایرانیشان و حالا دارند به عنوان آدرس مردم صحبت میکنند. این مردم هیچ جایی به اینها هیچ اقبالی نشان نداده است. اینها محبوبیت مردمی ندارند، پایگاه مردمی ندارند. اینها یک سری افاضات نرم‌های بین‌المللی نظام سلطه جهانی را تکرار می‌کنند و خودشان را منتسب به کارمندان 1.5 میلیون دسته‌ای این کار
ساختار می نمایانند، نمیگن کیان، ولی خب دارن به عنوان سران به ما تحمیل میشند تا ما بپذیریم مای مردم پیکربندی میشویم در وجود این انسانهای احمق بی استعداد بی وجود. اینها قرار تبدیل به آدرس ما بشن، ما اینها رو به عنوان سران و نخبه و نخاله و زباله باید قبول بکنیم. خب چه دلیلی داره؟ چه المانی ما داریم در اینجا؟ ما الان بایستی از کدام میجرمنت استفاده بکنیم تا بفهمیم اینها هستند؟ خب ظاهرا هیچی. خود تلویزیون ایران اینترنشنال، من و تو، وایس آف امریکا، BBC، 4 تا انتر پیزوری ورشکسته مثل اینها وقتی در کنار همدیگر قرار میگیرن، همدیگر رو تایید میکنن، یعنی این که مردم ایران بایستی قبول بکنن که اینها سران این مردمند. خب این به زور خود را تحمیل کردن بدون داشتن هیچ استعدادی است که شما این رو کسب نکردی، بلکه داری این رو نمایش میدی با فرهنگ نمایشی و صوتی تصویری که در اختیار داری. خب حالا اینها دارن از مطلوبات و درس هایی که ارباب بهشون داده و خط و سمت و سوهایی که بایستی صحبت بکنند صحبت میکنند. ساختار سیاسی ایران کار میکنن. حتی در خود دموکراسی هم همینطوریه. مردم اعتراض میکنن، مردم نظرات خودشونو میدن، بعد احزاب سیاسی با هم رقابت میکنن، پلتفرم خودشونو مطرح میکنن، نتیجهش این میشه بالاخره. مردم کدام اعتراض را میکنند خالد عزیزی؟ مردم چه اعتراضی را کردند؟ مردم به چه چیز اعتراض کردند؟ به گرانی؟ مردم به نبود آزادی پوشش اعتراض کردند. مردم به گم شدن رأیهاشان اعتراض کردند. مبارزات در مقابل چه کردند؟ با کی کردند؟ منظورتون چهارشنبه‌های سفیده؟ منظورتون دختران خیابان انقلابه؟ منظورتون حق شرکت در استادیوم زنانه؟ منظورتون زبانبازیه که سپاه پاسداران و شماها دارین نمایندگی میکنید؟ منظورتون چه چیزیه که بهش میگی مردم مبارزات میکنن؟ مردم ما چه مشکلی دارند؟ مردم ما چرا حالشون بده؟ مردم ما چرا میلیون کوچ میکنن؟ مردم ما چرا در عین سخافت، رذالت و پستی دارند عمر را تلف میکنن؟ شما فرموله کردی اعتراضات مردم رو به نام ایناست اعتراضات مردم. خب حالا ما از سلطنت طلب در اینجا داریم تا مینای احدی چپول. دموکراسی یه حکومتی رو درست میکنه که دقیقا مردم خودشونو اونجا میبینن. متاسفانه در ایران این تبدیل به فرهنگ نشده، تبدیل به مؤسسه نشده. این وظیفه احزاب سیاسی. شما حرف منو در واقع زدین. من یکی از حرفای اولیم این هست که در هیچ کجای دنیا، در هیچ کشور دموکراتیکی به غیر از چند جزیره. خب این استدلالات صدمنی غاز برخلاف ادعای امروزی بودگی، برخلاف ادعای پیشرفت، برخلاف ادعای انقلاب است. ببینید، مارکس گفت سرمایه‌داری نمیتواند ادامه پیدا بکند الا اینکه در دستگاه‌های تولیدی خود انقلاب دائمی داشته باشد. ما تا به امروز هم شاهدیم شما با محصولات عجیب و غریبی دارید روبرو میشید که هیچ کدام هیچ منفعت بنیادینی برای ماها ندارند، اما سرمایه‌داری نمیتونه ادامه پیدا بکنه الا به این که هر دقیقه انقلابی از خود در تولید و در ابزار تولید نشان بدهد. خب شما هیچ انقلابی در حوزه اجتماعی سیاسی نداری، هیچ استعدادی در این حوزه نداری، تنها استدلالی هم که میاری در هیچ جای دنیا نیست. در این دنیایی که ما داریم صحبت میکنیم، این دنیا در انقیاد مطلق نظام سلطه است، در تصرف مطلق نظام سلطه است و ما در اوج کثافت داریم زندگی میکنیم در جهانی که هر روز حلقه های زندگیش تنگتر و تنگتر میشه.
خب هیچ استدلالی نداره الا اینکه بگه در کجای دنیا هست. در هیچ جای دنیا هم نباشه تو بایستی توان خلق این رو داشته باشی. حداقل این نظام سرمایه‌داری خود محصول یک خلاقیت بود که از پس ویرانه‌های فئودالیسم آمد بیرون و عده‌ای توانستن تصور بکنن که گونه دیگری هم میتوانند زندگی بکنن. یا احیانا انسانی که بر روی این کره خاکی داشت راه میرفت فکر کرد میتواند پرواز هم بکند، سودای پرواز هم داشت. بشریت حوزه امکان است نه حوزه ضروریت خانم. فقط بشر است که میتواند از دهانی که برای رفع جوع برای او تعبیه شده است بوسه هم بیافریند، کلام هم بیافریند. خب شما این استدلالتون چه بود؟ در کجای دنیا هست؟ عجب ما فکر کردیم که نخبگی شما در اینه که ابداع دارید، انقلاب دارید، نوآوری دارید، تازگی دارید. هیچ ندارید. یک مشت کارمند برساخته احمق دوگم که در پی عادی سازی، ایدئولوژیک سازی از نگاه های اربابتان هستید. ببینید نگاه های ایدئولوژیکی که مارکس هم رد می کرد یکی از دلایلش اینه که عادی سازی میکنه. شما عادی سازی میکنید، همه چیز را عادی سازی میکنید تا بشر فکر کنه با یک امر طبیعی روبروست و این غیر قابل تغییره و نبایستی تغییر بکنه. زیر 1 میلیون در اقیانوس آرام دموکراسی بدون احزاب سیاسی محقق نشده. احزاب سیاسی ناظم دموکراسی هستند، نظم دهنده دموکراسی هستند. احزاب ارگان‌هایی هستند که مردم با مشارکتشون در اون رهبرها رو انتخاب میکنن، از کار برمیندازن. رهبرها رو بهشون محبوبیت میدن، از محبوبیتشون میگیرن اگر کارشون رو درست انجام ندن. ولی یک نکته و بعدم ما حزب داریم تا حزب. به نظر من احزاب دموکراتیک هر حزبی نمیتونه باشه. احزابی که تمامیت خواه هستن، احزابی که ایدئولوژی خودشون رو برتر از بقیه میدونن یا منحصر به فرد میدونن، این احزاب دموکراتیک نیستن. نمونه هاش هم هممون میشناسیم که کدوم ها هستن. احزاب دموکراتیک یه خاصیت دیگه هم که دارن اینه که بدون همدیگه وجودشون معنی نداره. یک حزب چپ بدون حزب راست معنی نداره، یک حزب راست بدون حزب میانه معنی نداره. در نتیجه یک همگرایی دموکراتیک بین احزاب وجود داره که وجود اینها رو به هم وابسته میکنه. خب این اعتراف کاملا صادقانه بود. شماها بدون همدیگر هیچ وجودی ندارید. این شماها هستید با شامورتی بازی دنبال یک سیستم را دارید طراحی میکنید تا این سیستم به تداوم حیات خود ادامه بدهد. درسته؟ هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارید. به همین خاطر از همون ابتدا هم فضایی رو که طراحی کردید اینه. شما از سلطنت طلب تا کمونیسم کارگری فاحشگان جدید در کنار هم نشستید و هیچ مشکلی با هم ندارید. این همگرایی دموکراتیک همون چیزی هستش که زیربنای دموکراسی هست. و بعد حرف مردم رو میگیره، منتقل میکنه. من این همگرایی دموکراتیک رو نمیفهمم. شما در چه چیز همگرا شدید؟ یعنی اینکه شما آرای همدیگر را قبول میکنید، به رسمیت میشناسید. شما آراهای متفاوت هم مگر دارید؟ شما در کجاها بنیاداً با هم مخالفید؟ شما مگر توان مخالفت بنیادین هم دارید؟ مگر شما نظریه‌ای هم از خودتان دارید که گزارش بدهد از وجود خودتان؟ مگر میشه انسانی در مقابل انسان دیگری قرار بگیره و تضاد نداشته باشه، تضاد منافع نداشته باشه؟ در سرمایه‌داری رقابتی شما مگر میشود تضاد منافع نداشت؟ مگر میشود هم دیگر را حذف نکرد؟ مگر این سرمایه‌داری نبود که خورد بورژواها را به پرولتر تبدیل کرد؟ مگر این سرمایه‌داری نبود و تولید انبوه نبود و کارخانه نبود که منیفکتورها را بست؟ چون از رقابت خارج شدن، توان رقابت نداشتن، سرمایه هاشون در حد سرمایه های کلان نبود، ورشکست شدن. چگونه شما این تضادها رو ندارید؟
یک مشت منافق دروغگو که یک ارباب شما رو اونجا سفارایی کرده و به شما گفته باید بیاین از این حرفا بزنید. کسی که حقیقی باشه تضاد داره، چونه میزنه. شما چطور چونه زنی ندارید؟ چطور با هم درگیر نمیشید؟ کی این وعده ها رو به شما ها داده؟ شما الان در مقابل همدیگر نیستادید، در کنار همدیگر در چه ایستادید؟ در سفاهت؟ در رذالت؟ در شالاتانی؟ در کنار چه به هم گرایی رسیدید؟ همین حرفا رو همین طوری بلغور میکنن بدون اینکه بگن منظورشون چیه. رهبرا رو پاسخگو میکنه برای اینکه حرف مردم رو باید گوش کنن. رهبرای احزاب که دولت حزبی درست میکنن، حرف مردم رو چگونه گوش میکنن؟ حرف مردم چیست؟ حرف مردم ایران الان چیست؟ شما الان 1% بسیار بالایی از مردمی رو دارید که هیچ بی همه چیزند، هیچ و پوچ هم هستند. یعنی چه؟ یعنی هیچ گونه ابزار تولیدی ندارند، هیچ سرمایه‌ای ندارند، هیچ 1 متر زمین ندارند. در کنار این بی استفاده هم هستند. میلیون ها نفر، بیش از 95% مردم جامعه ما این گونه هستند. به دنبال مفری میگردن تا از این سرزمین فرار کنن و هر چه را دارن به معرض فروش بگذارن، از ارگانهای بدن گرفته تا دستگاه‌های تناسلی، تا فروش نیروی کار، تا فروش نیروی ذهن. در هر جای دنیا مبلغی بابت این پرداخت بشه، مردمان این سرزمین فرار میکنن میان. خب تو چرا نمیگی معضل این مردم چیه؟ هیچ جای دنیا دولت غیر حزبی نداریم. به نظر من همه دولت ها حزبی هستن و بدون اون انتخاب. بازم این دلیل نشد، این که خیلی بد شد. هیچ جای دنیا ما دولت غیر حزبی نداریم، همه دولت ها حزبی هن. به همین خاطر این دنیا گند زده. به همین خاطر بیش از 4 میلیارد گتو نشین داریم. پاورتی در دنیا بیداد میکنه. به همین خاطر که ما صورتهای کثیفتر جنایات مخوف را روز به روز مخوفتر میبینیم. هیچ جای این دنیا کثافتخانه است. عجیب، اینها نظم موجود را بهترین نظم دارن به ما میفروشند. توان نقد موجود را ندارن. شما از دل چه برآمدی؟ شما اگر کارمند نیستی و احیانا یک جریان جدیدی هستی، شما بایستی از دل نقد به در آمده باشی. از دل کدامین نقد برآمدی تو؟ اونی که مارکسیزمه از دل نقد مارکس بر سرمایه داری برآمده است. شما از دل نقد کی برآمده اید؟ شما از دل نقد لیبرالیسم برآمده اید بر علیه ساختار قدیم مونارش، ساختار فئودال. چرا خودتون توان نقد ندارید؟ یعنی الان جهان خیلی جهان قشنگیه، بعد تو میخوای کپی برداری بکنی؟ اگر شما بر ساخته نیستید، کارمند نیستید، از دل کدامین نقد برآمدید که ضرورت ایجاد ساختار شما را ممکن کرده است؟ پاسخ نیست. هیچ پاسخی نیست. آباد معنی نمیده، برای اینکه احزاب باید شناسنامه داشته باشن، مرامنامه‌شون، اساسنامه‌شون، برنامه انتخاباتیشون. اینها به مردم نشون میده اینا کی هستن، چی هستن و بعد انتخاب میکنن. ولی وقتی انتخابات بدون احزاب باشه، یه کسی میتونه بیاد بگه آدم خیلی خیلی خودش رو معرفی کنه به عنوان یک آدم دموکرات درجه که همه جوره با اخلاق، وقتی قدرت رو گرفتش بزنه زیر همه چی. برای کسی نیست که بالا پای از پایین بهش چیز کنه. بفهم. من همین رو میخواستم بگم. ببینید، دموکراسی کلمه طلایی و خیلی جالبه که این خانم مینا احدی از اون پدر سوخته های کمونیسم کارگریه که کارشون این بود به ارتش سرمایه‌داری تبدیل بشند تا جامعه ما را به فساد و فحشا بکشند
تا احیانا پرولتر بی همه چیز هیچ و پوش تولید کنن. کارشون اینه. حالا این داره میگه دموکراسی یک کلمه طلاییه. من و شما و بقیه که تو اروپا داریم زندگی میکنیم تجربهشو داریم. تجربه چی رو داری خانم احدی؟ تجربه چه چیزی را در این اروپا داری؟ مدینه فاضله آمدی تو احیانا در اون رسالتی که مارکس برات تعریف کرده در کجا ایستادی؟ آخه حماقتم تا این حد، بلاحتم تا این حد، سرسپردگی و بی استعدادی و فاحشگی تا این حد. تو هیچ نقدی بر سرمایه‌داری جدید در اروپا نداری. بسیار خوبه. تو نمیتونی بگی که یک کارگر اروپایی چه مشکلی داره. 8 ساعت کار داره، بیمه بیکاری داره. تو نمیتونی نقد بکنی از سرمایه داری. ما هممون دیدیم. تو همه چیزی رو دیدی در اروپا. تو یک سخیف شده کوتوله رعیت زاده هستی که الان فکر میکنی شرایط زندگی رعیتی تو از بابات خیلی بهتره. تو تصویر دیگری نداری، نیت دیگری نداری. همینطوری که کارگران اروپا در چانه‌زنی بر سر ارزش اضافی و سهم بیشتر ارزش اضافی در سندیکا بازی و اتحادیه ها ماندند و هیچ وقت به انقلاب و قیام نرسیدند. کمونیسم کارگری چپول فاحشه، سربازان نئولیبرالیسم برای به فاحشگی کشیدن، بی‌بته کردن، نابود کردن جامعه، برای تولید بی همه چیز هیچ و پوچ. یعنی من مطمئنم که همه مردمی که در ایران زندگی میکنن یا همه جای دنیا میخوان که ظلم نباشه، زور نباشه، زندان نباشه، اعدام نباشه، غیره و غیره. خب اینا مکانیزماش چیه؟ ظلم نباشه، زور نباشه، اعدام نباشه، زندان نباشه. چه مکانیزمی داره خانم احدی؟ من فکر میکنم همه مردم دنیا در الان زندان در کجا نیست؟ در ایالات متحده آمریکا نیست؟ در آلمان تو نیست؟ ظلم نیست، زور نیست. ولی بالاخره نظام پارلمانی و دموکراسی که تو کشورهای غربی الان هست خودش مورد نقد شدیده، به خاطر اینکه 4 سال یه بار میرید رأی میدید. این نقد شدیدش 4 سال یه بار رأی دادنه. این توانی که تو از نقد شدید نظام پارلمانی گفتی اینه خانم احدی؟ من و شما، من اصلا رأی نمیدم، چون به نظر من اینطوری نمیشه که 4 سال یه بار احزاب مختلف قول بدن بعد برن تقریبا با هم بازی میکنن. من در آلمان اینو دیدم. بنابراین سوال اینه آیا نمیشه رفت جلوتر؟ آیا نمیشه بهتر از این الگویی رو داد؟ من چیزی که راجبش حرف زدم این نیست که مردم بیشک بدون حزب، حتما باید احزاب وجود داشته باشن، چون که مردم جامعه طبقاتیه و کارگرها یه خواسته هایی دارن، یه نقدی دارن، معلم‌ها یه خواسته، یه نقد دارن، یا خانم مینا احدی کمونیسم کارگری منصور حکمت باز، شما منیفست مارکس یادت نیست؟ یادت نیست مارکس گفت که بورژوازی حاله مقدس مشاغل مقدس را از بین برده و اونها را تبدیل به کارمندان خود کرده است، مثل پزشکی، مثل شاعری. شما هنوز نمیدونی که پزشکم پرولتره؟ شما هنوز نفهمیدی مارکس پرولتاریا را برجسته کرد به خاطر اینکه پرولتاریا ابزار انقلاب و کسب قدرت سیاسی بود. الان معلم پیزوری با کارگر فرق میکنه. شما اگر مارکسیزم را میفهمیدی مارکس پرولتاریا براش مهم نیست الا اینکه پرولتاریا ابزار انقلاب بر علیه سرمایه داریه و تو بایستی این ابزار رو از پرولتاریا تولید بکنی، نه تو شیپشوی فاحشه گرسنه پدر سوخته درست بکنی.
کسایی که مثلا طبقه متوسط یک خواسته. بنابراین احزاب مختلف تشکیل میشه. به نظر من از همون اول نباید این رو مطرح کرد که یه حزبی که دموکراتیکه میتونه. همه احزاب از نظر من آزادی بی قید و شرط باید داشته باشن، فعالیت بکنن و بعد شما باید در این حال اینجا هم به مردم اتکا کنید. من نوعی از یه حزبم میرم جلوی همون مردم، ما اسمشو میذاریم تو شوراهای مردم باید رفت تبلیغ کرد. من میگم این مردم چگونه به وجود میاد خانم احدی؟ مردمانی که از هم پراکنده اید، مردمانی که هیچ بنیان تشکلی ندارند، چگونه خواسته هایی دارند؟ چگونه میتوانند به عمق خواسته های خود پی ببرند تا بتونن این خواسته ها رو ارائه بدن؟ تمام بازی همینجاست. آنچه که شما نمیگید و آنچه که شما از وسط داستان توسط ارباب یهودی ایرانی آمریکاییتون دارید ارائه میدید اینه: شما نمیگید کورپوریشن یهود ایرانی چگونه دولتی است، کی ساختش. شما نمیگید بازارسازی و بست بازارهای سرمایه‌داری در جهان و در سرزمین ما چگونه ممکن شد. شما نمیگید اینو. اما شما به داستان شهرزاد قصه‌گو و شب زفاف و کوروش و شب زفاف اردشیر و دیاکو میپردازید، به این عظیمترین تحولی که در دنیای مدرن اتفاق افتاده به نام بازارسازی و حاکم کردن نظام سرمایه داری هیچ اشاره‌ای نمی کنید. شما نمیگید چگونه بازارسازی شد در سرزمین ما. شما نمیگید چگونه مناسبات سرمایه داری در سرزمین ما برقرار شد. شما نمیگید کیا این مناسبات را برقرار کردن، کیا توده بی همه چیز هیچ و پوچ ساختن، یعنی سرمایه های متغیر هیچ و پوچ، نه فقط بی همه چیز. در شرایط انباشت بدوی قرار دادن خارج غیر سرمایه داری توسط کی انجام شد؟ حالا معضل مردم ما چیه؟ فقر، بیکاری، بی همه چیزی، نداشتن هیچ تعلقی، نداشتن یک متر جا، نداشتن ابزار تولید، نداشتن سرمایه که دلیلش میشه ظلم، شکوفانه شدن استعداد، عوض نکردن طبقه اجتماعی، به امید و آرزوها نرسیدن، برباد رفتن امیال و آرزوها. زندگی حیوانی هم نمیتونن بکنن تا تداوم نسل داشته باشن. بعد تو میخوای بیای این رو با روسری برداری و استادیوم و تو بیای دموکراسی میشه و به تو رأی بدن حالشون خوب میشه؟ نه، شما یه کورپوریشن ساختی به نام دولت ایران. این کورپوریشن نقشش بی همه چیز سازی و هیچ و پوچ سازی از مردم ماست تا لشکر سرمایه های متغیر بی همه چیز هیچ و پوچ ذخیره داشته باشه برای بازار جهانی. منابع ما، منابع زیرزمینی معدنی نفتی بایستی مورد استفاده قرار بگیره. ما تازه مثل رعیت زادگان اروپایی تبدیل به بی همه چیزان نیروی کار فروش برای سرمایه‌داری نشدیم. کسی نمیخره. حالا چه اتفاقی افتاده؟ تو دولت بازاری درست کردی، بازار درست کردی که اجتماع سازیش بر حول مبادله بوده. این مبادله در انحصار مطلق حاکمیت کورپوریتیه. مردم هم اون قشر کمش تنها کالایی که تولید میکنه پوله، چون کارمند بروکراتیک این سیستم بازاریه. لذا امر مبادله کلن در انحصار مطلق این هست. پیوند مردمان چیست؟ پیوند پولیه. به همین خاطر این جامعه روز به روز از هم پاشیده تر، فاسدتر، نابودتر، بی همه چیزتر، هیچ و پوچتر میشه. راه حلش چیه؟ راه حلش اینه که شما یک قدرت عمومی در یک کل برابری ساز در آزادی درست بکنی.
کل ایران، کل انتزاعی ایران، کل برابری ساز در رعیتیه. لذا هیچ وقت قیام در اینجا نمیشه، چون همه رعیتن، چون همه بندن طبق دفاعیات افلاطون و ارسطو از بندگی، که نمیتونن برای خودشون فکر بکنن. چون انسان فاضل و ارباب کسیه که عقل داره، پیشور و ابزارمند و مردم عادی که عقل ندارن. لذا ضرورت اینه که عنان اختیار خود را به دست کسی که عقل داره بدن. این همون نظریه سقراط و افلاطونه، همون حرفی که شما دارید سخت میزنید، همون نظمی که نظام سرمایه‌داری جهانی برش سوار شده. چگونه حال این مردم خوب میشه؟ چگونه این مردم از بی همه چیزی و هیچ و پوچی در میان؟ چگونه صاحب دستگاه تولید میشن؟ چگونه سهم خواهند داشت در تولید ثروت؟ شما اینا رو مطرح نمی کنی. میگی که تو خالد عزیزی باقرزاده بیاید بهتون یه استانداری بدن، مردم هم بیان به شما رأی بدن، حالا این مردم خوب میشه. نه، این مردم نه فقرشون برطرف میشه، نه گمنامیشون برطرف میشه، نه بی همه چیزیشون برطرف میشه، نه حال بدشون برطرف میشه. هیچ وقت برطرف نخواهد شد. شما با این خامفروشی چه کار میکنید؟ با این خیل عظیمی که در هم کوبیدیشان، بی هویت‌ها و تهیدست‌ها و حاشیه نشین‌ها و بی همه چیزان هیچ و پوچ چه کار میکنید؟ معضل ما اینه. شما این قلمرو سرزمینی را یک واقعیت انکارناپذیر قلم داد میکنیم. ما سر همه چیز با هم اختلاف داریم. ما این چارچوب بازاری و این تقسیمات بازاری را قبول نداریم. ما این مرزهایی را که شما ساخته اید قبول نداریم. ما میدانیم شما میخواهید ما را در بی همه چیزی و هیچ و پوچی تا ابدیت هدایت بکنید، تا قهقرای مطلق هدایت بکنید و ما مردمان نخواهیم گذاشت. شما نابود خواهید شد، محکومید به نابود شدگی، چاره‌ای ندارید. بایستی گذار بکنید به پارادایم شیفت بعدی. و شما فکر نمی کردید در این سرزمین نیروی بنیادین انقلابی به پا بخیزد و نظام سلطه شما را مورد تهدید جدی واقع بکند. تفاوت سرزمین ما با رعیت زادگان اروپایی در این است ما برابر بوده ایم در سروری. ما سرورانیم که شماها قرار بود با سرکوب و ارعاب و کشتار و تطمیع و دشنام ما را همسو بکنید در کلهای انتزاعی رعیت سازتان، برابری سازتان در رعیتی. اما در حوزه تمدنی ما اتفاق نمیفته. هیچ حاکمیتی این کپاسیتی را نداشته که تمامی سلیقه خود را به مردم ما تحمیل بکند. این مردم جریان انقلابی رهبری کننده خود را با متن و روایت خود نداشتند. اون کل برابرسازی که در سروری برابرشان میکرد را نداشتند و امروز دارند. تلاش مفتضحانه شما مشتی فاحش زادگان، مشتی خروجی امرتخانه های، شیرخانه های، تریاکخانه های، بازارهای اربابانتان ره به جایی نخواهد برد و ما شما را در این سرزمین نابود خواهیم کرد. تلاش مفتضحانه شما اینه. مردم ما با شعارهای احمقانه دموکراسی شما انحصار مبادله را در دست نمیگیرند. پیوندهاشون از پیوند امنیتی
از پیوند پولی به پیوند امنیتی تغییر پیدا نمی کند الا با قیامی است که ما تمام آش و کاسه شما را بر هم بریزیم، همگی شما را نابود بکنیم و ساختار حاکمیتی انسانهای سرور در این سرزمین توسط این مردمان با ید این مردمان برقرار شود. چه چیزی رو میخوای اصلاح بکنی؟ تو نمیگی که جامعه ساختی بر حول مبادله و در انحصار مطلق خودته و این مردم هیچ وقت حالشون خوب نمیشه. فقط تو میخوای ما خوب بگیریم به پستی، چندین نسل تداوم پیدا بکنه که ما به رذالت خود ایمان بیاریم که ما نمیاریم، نیاوردیم. شما محکوم به نابودی هستی. ارباب یهودی مسیحی در سرزمین کردوار محکوم به نابودی است و ما شما را نابود خواهیم کرد. همانطوری که به اعتراف تواریخ جعلی خودتان قومی گمنام می آید و امپراتوری های بزرگ را نابود می کند، سرزمین له شده نابود شده ما را میخواستید در نابودی ابدیت ببخشید، اما این رسالت سرورانه ما ترقی خواهی ماست که شما را از سر راه خود برداریم و نابود بکنیم و نابود هم خواهیم کرد.